ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتار 126. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. اهالی قراتگین و کوهستان اکثری برای تأمین معیشت و امرار حیات خود در ترکستان روسی رفته حماری، مردکاری و سرایبانی می کنند. 1 سال 2 سال کار کرده دارای مبلغی که شدند، محبت یار و دیار و خویش و تبار به دلشان در جوشش آمده به وطنی مألوف رفتنی می شوند. همین که از خاک فرغانه خارج شده به حدود قراتگین داخل می شدند، زکاتچیان حدود به عنوان زکات از اشیا و اموال و نقودشان به قدر دلخواه می گیرند. در بین اشیاشان یگان پارچه قماش خوبتر یافت شود، این به میر و حاکم یا به بیگی جان در کار است گفته به غصب می ستاندند. مزدوری بدبخت با بقیه اموال و اشیاش همین که داخل خانه می شود، مأموران و نوکران حاکم به دستیاری کت خدایان دیه هر روز به سرش یک دعوا ایجاد می کنند. در اندک فرصت به خرج مرافعه و خدمتانه و جرمانه بار و بودش را به یغما می برند. حاصل مزدوری فلک زده هنوز به خانه خود جا گرم ناکرده، باز ترک یار و دیار نموده حبی وطنم چی خاردی کوتنم گویان سری خود را به فرغانه می گیرد. این بیچارگان که در ترکستان روسی در بین مسلمان و روس به صداقت و استقامت و امنیت محبت همه را به خود جلب کرده اند، در وطن خود برای حصول کیف حاکمان و دزدی و بدکرداری نام می برارند. کسی از اهل قراتگین خواهد که مادر یا زن و فرزند خود را گرفته عزم ترکستان روسی نماید، مأموران حکومت مانع می شوند، زیرا می دانند که هرگاه این مرد دلبستگان خود را گرفته از این دیار برود، دیگر تا قیامت نخواهد آمدن و حکومت از مداخلی بزرگی محروم خواهد ماند. شرکت راه آهن قرشی و ترمیز در وقت تعمیری راه از حکومت بخارا خواهش کرد که مردمان مزدوری اهالی را خبر دهند که هر کس به طیب خاطر خواهش داشته باشد آمده به راه آهن خدمت کند و موافق عرف و رسم مزد گیرد. امیر به حاکم قراتگین میرزا نعمت الله سفارش نمود که به اهالی خبر دهد هر کس که به خوشی خاطر طالب مردکاری باشد آمده مزد گرفته به راه آهن کار کند. تهیه سفر و آذوقه راه آیندگان را از همانجا مهیا کرده فرستاده شود. این فرمان امیر بی شبهه رعیه نوازی بود. یک وظیفه مهمه حکومت به رعیه بیکار کار یافته داده، ایشان را از قید فقر و بیچیزی خلاص کردن است. نیت امیر نیز بیشک همین بود.
مردمان قراتیگین اکثری بیکار و طالب مردکاری اند. اما حاکم این فرمان را سوء استعمال کرده در فکر تأمین یک مداخل تازه برای خود شد. اولا از طریق مردکاری و مزد آن و مصارف سفر به اهالی تفصیلاتی نداد، بلکه مردکاری را مثل خدمت عسکری به نظر اهالی مجبوری نشان داده محترمترین اهالی را برای رفتن جبر کرد. اهالی از این کار در وحشت افتاده برای خلاص خود چاره جستند. طبیعی راه معین برای نجات ایشان پاره و رشوه بود. هر کس چیزی که در بساط خود داشت داده گریبان خود را خلاص می کرد. آنی که چیز ندارد لیکن جوانی و قوت دارد و امیدی بعد از این پول یافتن دارد قرض کرده داده خود را خلاص کرد. آنانی که نه پول داشتند نه قوت، پیری مفلوکی معیوب، غیر از رفتن و قبولی حکم چاره‌ای نداشتند. خلاصه یک جماعه مفلوک را بی توشه و زادی راحله، گرسنه و تشنه پیاده در جلو انداخته، نوکرانی مسلحی سوار مثل رمه گوسفند به طرف خاک فرغانه راندند. کسی بسیاری از این فلک زدگان از شدت گرسنگی و ضعف بدن در راه تلف شدند. باقی ماندگان به حالی تباه داخل خاک فرغانه شدند. اکثری مریض و علیل قریب به موت بودند. بعضی انسانیت پروران حال خراب اینها را مشاهده کرده احوال ایشان را به گوبرناتور روس معلوم کردند. حکومت روس احوال را به امیر نوشته به شدت تنبیه کرد. امیر از مردکاری ایشان گذشت، اما همون قدر ظلم و بیداد حاکم قراتیگین بی جریمه و جزا ماند. کسی مؤاخذه‌اش نکرد. بالعکس در سال دیگر این ظالم در مرتبه بلندی ترقی کرده در شهر سبز که یکی از ولایات آباد مملکت بخاراست والی نصب شد. این احوالی که در این دفتر ثبت یافت نادر و قلیل الوقوع نیست. هر روزه امثالش به ولایات کوهستان واقع می شود و به اکثر اهالی بخارا این حال معلوم است. مع ذالک کسی اعتنای نمی کند. گمان می کنم هر کس که ذره نشانه اسلامیت و انسانیت داشته باشد به شنیدن امثال این احوال طاقت کرده نمی تواند، چی جای آن که هر روزه به چشم خود بیند. به هر حال در نوشتن این احوال طاقت من طاق می شود. لرزه در اعصابم افتاده، قوتی قلم راندن نمی ماند. نمی دانم که فقیر فوق العاده رقیق القلب افتاده ام یا دل دیگران از سنگ و آهن است. در ولایات کوهستان هم مثل سایر ولایات بخارا کلان شوندگان و نامداران شریک و سهیم حاکم و عملداری حکومتند. از تاراج اموال رعیه، از گاو غدود حق و سکوت به ایشان هم می رسد. اما بعضی از بزرگان یا ملایان که به صافیت کوهستانی باقی مانده اخلاقشان فاسد نشده باشد در صدد دادخواهی و حمایت مظلومین می افتند. اما همین که ایشان در کار مداخله کردند فوری به عنوان آسی و اختلالچی به قلم داده حاکم ایشان را مغلولاً به بخارا می فرستاند. طبیعی موافق عرض حال حاکم جزا دیده عمری به بخارا محبوس یا به شهر دیگری مطرود می ماند. فقیر یقین دارم که از این تفصیلات شخص امیر خبر ندارد و در صدد تفتیش هم نیست. آنانی که از اهل دربار می دانند شریک ظلمند و به امیر خبر
نخواهند داد. بالفرض اگر امیر تحقیق کردنی شود هم باز حقیقت مستور میماند، زیرا واسطه تحقیق همان محرمانی دربارند که تأمین معیشتشان از حکام است. و دربار امیر یک رسم متروک شده بود که به شرف جلوس امیری جوان دیگر باره احیا یافت. رسم این بود: قاضی و رئیسان تومنات هر سری ماه بر رکاب امیر حاضر شده 3 روز ایستاده با اذن امیر باز به سری مأموریتشان می روند. در زمان سابق این آمد و رفت منافعی بسیاری به رعیه‌داری داشت. در ظرف 1 ماه هر قدر مرافعه‌ای که حل ناشده مانده باشد یا یکی از مدعی و مدعا علیه اظهار عدم رضایت به حکم داشته باشد، در همین 3 روز در حضور بر ریاست امیر در اجتماع قضات حل و فصل می یافت. از این وجه مدرسه مخصوص در داخل ارک عالی بود که به حجرات آن مدرسه قضات 3 روز استقامت کرده استیفای کتبی فقهیه می کردند. از کتب نادره که از برای همین مصلحت در کتبخانه آن مدرسه از طرف پادشاهی مهیا کرده شده بود قضات استفاده می نمودند. در اواخر عهد امیر مظفر این مدرسه را از اینجا به طرف خیابان نقل دادند. آمد و رفت قضات منحصر به سلام امیر و به زیارت اهل دربار ماند. چون امیر عبدالاحد اکثر اوقات خود را در کرمینه می گذراند، طبیعی سری ماه آمدن قضات هم برهم خورده بود. چون این رسم به عهد امیر نوجوان احیا شد، آمد و رفت قضات به اهل دربار سبب یک مشغله بزرگ و یک منبع مداخل گردید. هر سری ماه که قاضیان بر رکاب می آیند، اهل دربار از مشکاب گرفته تا نقارچی، از یساول تا سییس، از هدیچی تا میرزا و ملازمان ایشان به عنوان آلوق از این قاضیان پول می گیرند. جناب عالی برای کم کردن خرج قضات و به این سبب کم گرفتن قضات از فقرا امر کرده تارتق را منع کرده بودند، لیکن در باب آلوق چیزی نگفتند و حالان که در آلوق 10 برابر تارتق مصارف می شود، زیرا تارتق حدی معینی و مقداری معلومی داشت که احیانا تغییر و تبدیل می یافت، اما آلوق حدی معینی ندارد. مقدار آن به قدری است که آلوقگیر راضی شود. اهل دربار عموماً مردمان چشم گرسنه و پست همتند. بنابراین 3 روزی که قاضیان به دربار می ایستادند، عمرشان به سودا و تلاش با اهل دربار می گذشت. این سوداها رنگی می گرفت که انسان را از طرف ایشان حیا زیر می کرد. مثلا قاضی اول 20 تنگه می دهد، آلوقگیر قبول نمی کند. بحث و جوابی بسیاری در میان می رود. عاقبت 1 تنگه زیاد کرده به 40 تنگه می رساند. چون آلوقگیر دید که از این زیاده نمی روید، به عنف ستانیده می رود. بالفرض اگر قاضی یک باره 40 تنگه دهد، آلوقگیر باز در همان سری ابرام و اصرار استاده زیاده تر طلب می کند. هر کدام آلوقگیران در سری ماه ثانی از اول زیاده تر طلب می کنند و می ستانند. والحاصل هر سری ماه خرج رفت و آمد و خرج 3 روز استقامت به دربار و آلوق مبلغ بزرگی می شود که به درجات از تارتق عهد امیر عبدالاحد زیاده تر است. طبیعی قاضی این مبلغ را یکی برده کرده از رعیه می ستاند. خلاصه در عهد امیر عبدالاحد ظلم از یک دست می رفت، سایر ظلمه را امیر حساب می گرفت.
اهل دربار نیز از حکام و قضات از قدری معینی که امیر تعیین می کرد زیاده طلب کردن نمی توانستند. اما در عهد این امیر جوانبخت هر فراش یک امیر، هر نقارچی یک مطاربی محق قاضی و حاکم افتاد. از اهل دربار امام قلبیک نام کی به امیر آریم خان قدیم الخدمت و در طبیعت امیر زیاده نفوذ داشت، رشوه‌خواری را علانیتاً سر کرد. از هیچ بی‌ناموسی ابا ننمود. به قاضی و رئیس شوندگان بیع و شرا را پیشه کرد. مثلا یک رئیسی که از رعیه رسما چیزی مداخل ندارد، فقط طفیل خوار در قاضی خانه است، پیشکی 1000 یا 2000 تنگه گرفته، پس از آن نشان و یرلیق ریاست را از امیر صادر کرده می‌داد. امیر در اطراف خود امام قول و امثالش را جمع کرده، به واسطه ایشان سیرک و بزم و مایو لازمی اشرت جسمانی را آماده کرده و فکری خرسندی و شادمانی مفهومی خود بود. از حلم و رقت قلب امیر چنین استدلال کرده می شود که امیر از هیچ کدام این رذالت‌های اهل دربار خبر ندارد و الا رقت قلبش اجازه نمی داد که در عهدش همین قدر بیداد از اهل دربار به عبادالله رود. مهمات اساسیه مملکت داری از قبیل معامله با الچخانه روس، محاسبات مستوفیان خراج، اخذ و حساب زکات و مهمات بزرگی که در بخارا واقع می شد یا از اطراف به بخارا راجع می گردید به دست نصرالله بی خوشبیگی بود. نصرالله بی ظاهراً مرد حلیم و نرم و از ظلم و غدر بری می نمود. بر رذالت‌هایی که از اهل دربار سر برمیزد رضا نمی داد، به قدر امکان مانی می شد. از اطراف مملکت دادخواه آید گوش می داد و معامله خوب و نرم می نمود. در وقت محاکمه زیاده به دقت حرف می شنید و جواب را سنجیده می داد. مثل سایر قضات و حکام بخارا که به رعیه به نهایت درجه درشت و سخت معامله می کنند، به هر مورد رعیه را نفرین می دهند و دشنام می کنند و می زنند، حرکت نمی کرد. لیکن اقربا و خیشان و متعلقان خود را، حتی شاگرد پیشه و آدمان خود را هر وقت رعایه می کرد. اگر یکی از متعلقانش به مال پادشاهی یا به مال رعیه خیانت و حیف را روا بیند، بازخواست نمی کرد. بنابراین در عهد وزارت نصرالله بی متعلقان و شاگرد پیشگان معتبرش صاحبانی ثروت‌های بزرگ شدند. کسی که از متعلقانش شکایت کند به لطایف الحیل تسکین داده در وقت مناسب از شاکی انتقام می گرفت. حاصل رذالت و سفاهت و خیانت‌های اطراف خود را دیده و دانسته اعتنای نمی کرد. در هر مورد، حتی در احقاق حقوق مسلمین، قول ایشان متعلقان را معتبر و خودشان را معتمد می دانست. در عهد وزارت نصرالله بی متعلقانش صاحبان حولی‌های مزینی متعدد شدند. هر ملک و حولی خوبی که از بخارا در موقع فروش می آمد، خریدار اولش متعلقان نصرالله بی بودند. حتی بعد از طالب شدن ایشان کسی اظهار خریداری در آن ملک کرده نمی توانست. به این سبب با نرخ‌های خیلی ارزان می گرفتند. متعلقان نصرالله بی هر شب در سفاهت و اشرت مبلغ‌های بزرگ صرف می کردند. انگشترین های بریلیانت و الماس قیمت بها به دست کرده در میان مردم به شوکت و افتخار می زیستند. نصرالله بی به این کارها اعتنایی نمی کرد
یا بیت المال را حق حلال آدمان خود می دانست. کارهای دزدان و جنایتکاران را به بابابیک نام یساولباشی خود حواله کرده بود. بابابیک به خاطرخواهی خود کسی را که امروز دوست گفته آورده حبس می کرد و می زد، فردا یا بعد از چند روز رشوه بزرگی گرفته بیگناه بوده است گفته تخلیه می نمود. فضیلت نصرالله بی این بود که خود بی ذات به جور و ظلم اقدام نمی کرد و به عبادالله سختگیری نمی نمود. اهل دربار را هرچند که ممکن نبود از رشوه‌خواری مانع می آمد و فرمانهای عدالت پرورانه امیر احترام می کرد. در این دفتر به هر مناسبت ذکر احوال نصرالله بی بسیار خواهد گذشت. هرچی واقعی است از محاسن و معایبش ثبت خواهد شد. احتمال می رود که معایب نصرالله بی از محاسنش زیادتر به نظر خوانندگان کرام درآید. بنابراین از واقعات تحریر یافته و تحریر می یافتگی خلاصه استخراج خود را در حق این وزیر به یک فقره بیان می نمایم. نصرالله بی بهترین مأموران بزرگی عهد امیر آریم خان بود نسبت به سایر مأموران بزرگی این عهد. نصرالله بی در حکمرانی بسیار حریص بود. می خواست که جزئی و کلی اموری مملکت داری با رأی و ثوابدید او تمشیت یابد. بنابراین به کارهایی که به خودش تعلق نداشت و چندان مهم نبود تداخل کرده صرف اوقات می نمود. در مدرس تعیین کردن، امام نصب نمودن، حتی مؤذنی و زواری که هیچ دخلی به وزارت نداشت و حق قاضی کلان و رئیس بخارا بود تداخل کرده عمر صرف می نمود. گمان نرود که در این کارها تداخل کرده به هر منصب آدمی مناسب انتخاب کرده می گذاشت. نه، بلکه هر کس که آمده التجایی و التماسی می کرد در تحصیل مرادی او می کوشید. در مستحق و مناسب بودن و نابودن آن شخص کاری نداشت. به همه تدبیر مرجع کل و امیدگاهی همه گردیده بود. خصوصا جماعه علما و منتسبین ایشان را که در وزیر شدن نصرالله بی سبب کلی بودند زیاده رعایت و احترام می کرد. ذاتاً کارهای مهمی حکومتی بخارا تقسیم و ترتیب نایافته به دست وزیر سپاریده می شود. چون نصرالله بی اکثری کارهای جزئی را که به خودش دخل نداشت به دست خود گرفت، مشغولیتش از حد زیاد شد، در شب و روز فرصتی برای آسایش نداشت، اکثری کارها سرسریانه اجرا می یافت. مکتوبات حکام و قضات را که عمده کارش بود اکثر درست ناخوانده جواب می فرمود. مرزایان جواب می نوشتند، جواب را نیز درست مطالعه ناکرده امضا و مهر می کرد. لذا در قضات و حکام هر هفته چند مکتوب مناقضی یکدیگر می رفت یا سوالاتشان بی جواب می ماند. کارهای دزدی و خیانت را یساولباشی به چی رنگی که القا کند قبول می یافت. بسیار شده است که در یک آن و حال واحد هم به دست گرفته مکتوبی حاکمی را می خواند، هم در این اثنا به در نگاه کرده محاکمه می پرسید، هم در خانه برابری این از ملا و سپاه که همیشه بر سبیل بدلیت در مجلس او حاضر بودند سؤال و جواب کرده ایشان را خاطرخواهی می کرد. نصرالله بی مردی جهان دیده و گرم و سردی روزگار را بسیار چشیده و چند سال در پایتخت روسیه استقامت کرده خیلی عبرت آموخته بود. زبان روسی را به قدر مطالعه می دانست. جراید روسی و مسلمانی را مطالعه می کرد. بنابراین به اصلاحات مایل می نمود. اما
از آنجا که مقبول شدن و کل را به خود شعار قرار داده بود، از بیم ناراضی شدن علمای بزرگ در باب اصلاحات تشبث جدی نکرد. در هر کدام مکتب‌های گذرها 100 تنگ ماهیانه معاش تخصیص کرده نام این را اصلاح مکاتب ماند. به نام امیر یک مدرسه بنا کرده، در آن مدرسه یک مدرس برای تفسیر و حدیث، یک مدرس برای فقه و فتوا نصب نموده و هر کدامی درس‌های تجوید، حساب، حسن خط، معلم تعیین کرده نام این را اصلاح مدارس گذاشت. اما در این اعتنایی نکرد که مدرسان و معلمان از عهده تدریس و تعلیم علوم محوله به خودشان میبرایند یا نه، به قواعد تربیه و تعلیم واقفند یا نه. نصرالله بی در تخفیف تویهای رعیه و در تقلیل اسرافات عمومی مثل سیرهای پادشاهی به قدر امکان کوشش کرد. از نام امیر مسجدها و حوضهای خراب شده را تعمیر فرمود. در بیان احوال نصرالله بی سخن طول کشید. از این وجه اوفی خوانندگان کرامی را استرحام می نمایم، چون قسم مهم این دفتر را وقایع 1335 هجری اشغال می کرد. برای فهمیدن اسباب آن فاجعه دانستن احوال نصرالله بی ضرور بود. بنابراین همین قدر تطویل کرده شد. گمان می کنم که از تفصیلات سابقه اجمالی احوال نصرالله بی معلوم گردید. اکنون به اصل مقصد به انتظام اول شروع می نمایم. در اوایل جلوس امیر عالم خان هر کس برای هر مطلبی که به امیر عرضه می داد مرادش حاصل می شد. مثلا یکی برای توی ختنه پسر عرضه می داد، این عامی می یافت. یکی به من فلان کتاب در کار است اما به گرفتن پول ندارم گفته عرضه می داد، به مدعا می رسید. یکی فلان سهم مازاده وقف یا تولیت پادشاهی شده را طلب می کرد، به مطلوب کامیاب می گردید. از این حصول مدعای هر واحد از عارضین جسارت پیدا کرده چند نفر از طلبه اصلاح خواهان مدرسه های کهنه، سرخیل ایشان محمود مخدوم پسری دام الله نور بود، به امیر به این مضمون عرضه دادند: اصول و ترتیب درس های ما از حد زیاده فاسد شده است. در جدول درس ها شرح و حاشیه های بیلزوم و مباحثه های رکیکه نادرکار بسیار داخل شده، تمام از مطلب دور مانده ایم. بنابراین امید می کنیم که جناب عالی به علما امر و سپارش فرمایند که حاشیه های بیلزوم را از جدول درس ها برآورده، تفسیر و حدیث را که اصول دینی ماست، فقه و اصول فقه را که احکام و قواعد شرعی است و سایر علوم را که نافع است در جدول درسی رسمی درآورد و نیز معونت افتتاحانه و مخارج شاگردان کمتر شده مدرسان بزرگ در اوقاف مدارس قناعت کنند. امیر فوراً موافق مضمون عریضه طلبه به واسطه بقاخواجه قاضی کلان به مدرسان و مفتیان امر و فرمان دادند. با وصول امر امیر دام الله اکرام بالرأس والعین گفته، موافق سپارش عالی جدولی ترتیب کرده به طلبه اعلان نموده در صدد تطبیق افتادند. اما سایر مدرس و مفتیان مجلسی برپا کرده به عمل نکردن به فرمان همایون قرار دادند. تا جان داریم ترک عادات آبا و اجدادمان را نمی کنیم گفتند. باز این فتنه از ملا اکرام برآمد گفته به دام الله هجوم کردند. به عمل ناکردن خود اکتفا نکرده دام الله اکرام را نیز از عمل کردن به فرمان امیر منع کردند. مدعای خود را به امیر رسانده
رسم قدیم تغییر نیابد گفته فرمان الهیده صادر کناندند. در عهد این امیر و وزیر ملاها خیلی رواج گرفته بودند. به فوت امیر عبدالاحد خان از بیم سیاستی او نیز رسته خود را حاکمی مطلق در دین و دنیا می شمردند. شما گفتار 126 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.